سلام رفقا، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. من ابوالفضلم، به یکی دیگه ویدیوهای ما خوش اومد. امروز با هم دیگه میخوایم یاد بگیریم که چطوری توی چند تا قدم ساده اپلیکیشن فلاتر خودمون رو امضا بکنیم، با این تفاوت که توی ویدیو قبلی ما دستی پیش رفتیم، یه سری موارد و نقص ها وجود داشت که توی این ویدیو با هم میخوایم تکمیلش بکنیم و از این روش دیگه جلو بریم. برای این کار شما باید بیاین فولدر اندروید اون پروژه‌ای که میخواین ساین بکنید رو داخل اندروید استودیوتون باز بکنید. حالا روش‌های متفاوتی هست، شما میتونید فولدرش رو درگ دراپ بکنید رو آیکونش، یا ادیتور رو باز بکنید، یا روش‌های دیگه. من روشی که من میرم معمولا این هستش که میام کلیک راست میکنم روی فولدر اندروید. جدیداً وی اس کد یه قابلیت باحالی اضافه کرده به اسم اوپن این اندروید استودیو. این رو که بزنید میاد این فولدر عزیز رو توی اندروید استودیو براتون باز میکنه. یه موردی قبل از اینکه این کارو بکنید، حتما وی پی ان فیلتر شکن دی ان اس تون رو روشن بکنید، چون این یه مرحله‌ایه که نیاز داره تا پروژه اندرویدیتون رو روی اندروید استودیو سینک بکنه. این سینک کردن از گرفتن دپندنسی ها تا گرفتن بیلد اولیه است. یعنی شما موقعی که اولین بار بیاین این پروژه رو باز بکنین یکم زمان بیشتر میبره، چون میاد دپندنسی ها رو دریافت میکنه. این زمان بردن بر اساس اینترنت و قدرت فیلتر شکن شما هستش. من از قبل اومدم این پروژه رو باز کردم. چرا؟ چون ممکن بود زمان بر بشه دریافت دپندنسی هاش و نمیخواستم توی ویدیو این داستان طول بکشه. شما وقتی باز کنید شروع میکنه به دریافت کردن و این پایین یه بخش بیلد اضافه میشه که بزنید قشنگ لاگ میندازه که داره چه کارهایی رو واسه سینکرونایز کردن پروژهتون انجام میده. بعد از اینکه پروژه رو سینک کرد، بیاین یکی از این فولدرها رو باز کنید و یکی از این فایل های جاوا یا کاتلینش رو باز کنید تا بتونید به اون قابلیتی که میگم دسترسی پیدا بکنید. بعد از اینکه باز کردین کافیه بیاین بالا از بخش بیلد Generate Signed Build APK رو بزنید. توی این حالت ازتون میپرسه که اندروید اپ باندل بهتون بدم یا APK بدم. تفاوتش چیه؟ این اندروید اپ باندل فلاتر بیلد APK داش داش اسپلیت پر ABI، دقیقا این همون دستوره که میومد سه تا برای سه تا معماری CPU خروجی مختلف میگرفت، میزان حجمش رو کم میکرد و این همون APK ریلزه که فته و اصطلاحاً فته. شما اگه بخواین اپلیکیشن رو روی مایکت منتشر بکنید متاسفانه باید فت بدین و فعلا اپ باندل نمیشناسه، ولی برای کافه بازار و گوگل پلی میتونید از اندروید اپ باندل استفاده کنید. ضمناً امروز دوم شهریور ماه سال 1402 ممکنه شما بعدها ویدیو رو نگاه میکنید مایکت این قابلیت رو اضافه بکنه و این احتمال هم وجود داره، ولی فعل حال شما اگه بخواید رو مایکت آپلود بکنید باید APK بدید. ما میام اینجا اندروید اپ باندل انتخاب میکنم که سه تا خروجی رو به من بده و نکست رو بهش میدم. اینجا بهتون میگه اگر کی استور دارین به من بده. میگم نه، خب من کی استور پس رو ندارم، میخوام جنریت کنی. میگه باشه. میگه میام اینجا یه دونه کرییت نیو میدم بهش و میگه کی استور پس مسیری که میخوای اون فایل توش ذخیره بشه رو به من بده. هر پروژه کی استور خودش رو داره، خیلی فایل اپ با اهمیتیه، سعی کنید جایی رو نذارین که دم دست باشه و بهتون پیشنهاد میکنم همیشه داخل فولدر اندروید هر پروژه بذارینش. چرا؟ چون هر پروژه‌ای رو که میاین میسازین متناسب با اون پروژه باید اون فایل رو ایجاد بکنه. اگر یک جا داشته باشین واسه پروژه های بعدیتون ازتون ایراد میگیره. من میام بهش میگم بیا وارد دسکتاپ من شو، حالا بیا این مسیر پروژه من رو برو شما. من میگم بیا وارد دسکتاپ من شو و من میگم وارد پروژکت من شو. حالا پروژه که فعل حال میخوایم امضاش بکنیم اسمش هستش سیمپل ریکوست. ماشاءالله پروژه تستی و کاری زیاده. سیمپل ریکوست. بعد فولدر اندروید. من شخصا میام معمولا داخل فولدر اپ میام این کارو میکنم و میگه حالا فایلش چی باشه، اسمش چی باشه. من میگم upload -k حالا .jksش رو خودش میذاره. ما اینجا مسیر رو بهش میدیم و خودش میاد اون فایل رو برامون ایجاد میکنه. میگه حالا یه پسوردی رو برای این ست بکن. من میام یه پسوردی رو برای این ست میکنم، برای خود این فایل میام ست میکنم. بعدش میگه یه دونه الایس داشته باش که معمولا من خودم مثلا میذارمش دپلوی
یعنی مثلا دپلوی یا آپلود یا همچین تیک کلامی رو بهش میگه آقا با چه کلمه بهش هستن، حالا این کلمه هم یه پسورد بیا بهش بده. من میگم باشه، میام یه پسوردی رو بهش میدم. یادتون باشه که پسوردهای قوی رو بدین که حتی یادتونم بمونه و پسوردهای سیمپل هم استفاده نکنین و بیاین اینجا یه سری مشخصات رو پر کنین. میگه اسم و فامیلیتون رو وارد کن. من میگم ابوالفضل مشهدی. البته آپشناله ولی بهتره که پرش بکنید. ارگانیزیشن نیمتون رو مثلا بذارید، اسم شرکتی که براش کار میکنید یا حالا شرکت خودتون هستش اون رو بذارین. سیتی یا لوکیشن، من کرج هستم، کرج رو میذارم و استیتش حالا برعکس باید میذاشم، سیتیش رو باید بذاریم البرز، استیتش رو بذاریم کرج و کد کشور رو میدم. من میگم IR یا میتونید بگین 98. کانتری کدش رو من میگم IR که یعنی ایرانه. اصلا ایرادی هم نداره که ایران رو اینجا ذکر بکنید و مشکلی پیش نمیاد. بعد از اوکی دادن شما رو به محله بعد میاره، میگه خب آقا کی استورت ست شد، پسورد داده شد، الایز داده شد، پسوردش هم داده شد. فقط یه موردی رو بگم که از زدن این تیک جلوگیری کنید. این ریممبر پسوردز رو بزنید. برای همه پروژه هاتون از این پسورد و از این فایل استفاده میکنه. اون موقع درست نیست. بهتره که برای هر پروژه شما کی استور و پسورد خودتون رو داشته باشین و میاین نکست میدین و اینجا میاین مشخص میکنین که ورییتی بیلدتون چی باشه. من میگم میذارمش رو ریلیز، من میخوام ریلیزم باشه و کرییت رو میزنم. شما زمانی که کرییت رو بزنید این شروع میکنه به بیلد کردن اون پروژهتون، هم امضاش میکنه و هم با اون امضاش میاد اون پروژه رو براتون بیلد میکنه و اون موقع اون فایل آماده است که روی اپ استور یا مایکت، بازار و جاهایی که نیاز هستش بیاین و اون رو دپلوی بکنید. به همین راحتی و به همین سادگی توی چند تا قدم تونستیم اپلیکیشن خودمون رو امضا بکنیم. امیدوارم این ترفند براتون لذت بخش بوده باشه و بهتون کمک بکنه. تا ویدیوی بعدی، خدا یار و نگهدارتون.